حال از مولانا چی جور کردن در ترکیه؟ رقص مولانا ها، بوت برنجی چرخک زده رای. حال این مولانا که اصلی رقاصه بود، مولانا رقص مولانا. من یک دفعه سعی کردم گفتم می آدم هستن یا بت هستن؟ گفت نه آدم هست، بت واری خود جور کرده. گردنش اینه تو چرخک میزنه. این رقص چیست؟ رقص مولانا. رقص حرام است در اسلام. بازی توی خواندنا و یار میمانه. مردم میگه مولانا خب بیخی از پیامبر بالا، رقص هم رقص مولانا، خب بیاین دیگه رقص کنیم. در حالی که رقص در اسلام حرامه. علامه قرطبی میگه الله در قرآن میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با ناز و نخره را نرو. دمی رقص که ناز و نخره است نه. یه توی قسم خود جور میکنن، تا که ناز و نخره نکنی رقص نمیشه. تا که تو ناز و نخره نکنی رقص نمیشه، رقص ممنوع است. حالا در عروسی ها زنا چی میگن؟ در عروسی که رقص نکنیم که چاره میشه. توبه. میخیزانه پیرا، حتی یک زن 80 ساله را تو بخی یک شور بده بازو میخیزه، خو یک ذره سویس شور میخوره، خیر ببینی خدا خیرت بده خدا. پیرا جوانا را دعا میکنن، جوانا پیرا را.